به برنامه گفتگو خوش اومدید. امروز میخوایم ظهور دو تا پدیده در فوتبال مدرن رو بررسی کنیم. لامین یامال و کیلیان امباپه. اما خب این فقط یه مقایسه ساده بین دو تا بازیکن فوق‌العاده نیست. این داستان دو تا مسیر کاملا متفاوته برای رسیدن به قله. دقیقاً. سوال اصلی گفتگوی ما همینه که کدوم مسیر الگوی بهتری برای ساختن یه اسطوره توی فوتبال امروز ارائه میده. ببین این بحث رو میشه اینطور دید. آیا یه اسطوره مثل یه درخت بلوط تنومنده که توی جنگل قدیمی و غنی آروم آروم رشد میکنه، مثل یامال توی لاماسیا؟ یا نه مثل یه آسمون خاراشه که با مهندسی دقیق و برنامه‌ریزی حساب شده تو کوتاه‌ترین زمان ممکن ساخته میشه، مثل امباپه؟ هر دوتاشون با شکوهن، ولی خب ریشه ها و ساختارشون کاملا فرق میکنه. و من معتقدم مسیری که یامال طی کرده، یعنی اون بلوغ تدریجی توی اکوسیستم فوتبالی ریشه‌دار، یه فوتبالیست کاملتر و اصیلتر میسازه که ماندگاری بیشتری هم خواهد داشت. و خب حرف منم اینه که الگوی امباپه، یعنی ترکیب اون استعداد انفجاری با مدیریت حرفه‌ای و جاه طلبی استراتژیک، نقشه راه موفقیت یه فوق ستاره جهانی تو دنیای پیچیده و تجاری امروزه. ببین مسیر یامال بر اساس یه مفهوم کلیدی شکل گرفته. بلوغ زودهنگام، نه صرفاً نبوغ زودرس. هر استعدادی میتونه زود بدرخشه، اما هر استعدادی زود به بلوغ فکری نمیرسه. اون محصول خالص آکادمی لاماسیاست، جایی که فوتبال رو به عنوان یه زبان یاد میگیرن، نه فقط یه ورزش. طبق متنی که داریم، مربیهاش نمیگن تکنیکش خوبه، میگن اون بازی رو میفهمه. وقتی میگیم دی ان ای گم شده بارسلونا، منظور فقط مالکیت توپ نیست. منظور اون پاوزا یا مکس هوشمندانه است که بازیکنایی مثل ژاوی و اینیستا استادش بودن. یامال تو 16 سالگی، اون لحظه‌ای که همه انتظار دارن حرکت انفجاری کنه، گاهی بازیو نگه می‌داره و یه پاس غیرمنتظره میده. این یعنی درک ریتم بازی، چیزی که با پول نمیشه خرید و فقط توی یه فلسفه عمیق ریشه داره. این فراتر از یه مهارت فردیه، این یه هویت فوتبالیه. و در کنار این خانواده ساده‌اش یه سپر محافظ براش ساختن. یعنی نذاشتن توهم ستاره بودن قبل از خود ستاره شدن پسرشون رو نابود کنه. این مدل بازیکنی پایدار با ریشه‌های عمیق میسازه. خب من این مسیر رو کاملا متفاوت میبینم. امباپه نماد یه ورزشکار مدرنه که از روز اول برای تبدیل شدن به یه برند جهانی طراحی شده. این یه پروژه دقیق بود. خانواده‌شو ببین، پدر مربی فوتبال، مادر قهرمان هندبال. این خونه خودش یه باشگاه ورزشی بوده. از بچگی بهش یاد دادن استعداد خام کافی نیست. نظم، انضباط و آگاهی حرفه‌ای لازمه. اون خیلی زود تفاوت بین یه بازیکن خوب بودن و یه قهرمان شدن رو فهمید. مسیرش که مسیر کاملا حساب شده بود. از آکادمی ملی فرانسه تو کلرفونتن به موناکو برای اولین تجربه حرفه‌ای و بعد انفجار توی پاریس سن ژرمن. این یه نقش راه بود، نه یه رشد اتفاقی. و نتیجهش رو تو بزرگترین صحنه‌ها دیدیم. تو 19 سالگی توی فینال جام جهانی گل میزنه و قهرمان میشه. تو 23 سالگی در حالی که تیمش تو فینال جام جهانی داره از هم میپاشه، یه تنه بازی رو برمیگردونه و هتریک میکنه. این سطح از تسلط روانی و فنی تو این سن محصول یه برنامه‌ریزی بی‌نقصه. الگوی امباپه شاید رمانتیک نباشه، ولی برای دنیای بیرحم و پرفشار فوتبال امروز الگوی واقع بینانه و قطعی برای موفقیته. شما به نقش خانواده اشاره کردید و به نظرم این اولین نقطه اختلاف جدی ماست. شما خانواده امباپه رو یه مزیت میدونید، من اون رو یه ریسک بالقوه میبینم. خانواده ساده یامال برای اون یه پناهگاه ساختن تا روی فوتبال خالص تمرکز کنه. این یه رشد ارگانیک و سالمه. نکته جالبی گفتی، پناهگاه. اما آیا این پناهگاه در نهایت تبدیل به یه حباب نمیشه؟ من میفهمم چرا شما نقش محافظتی خانواده یامال رو یه مزیت میدونید و خب این در مقابل فشارهای رسانه‌ای کاملا منطقیه. اما این ریسک وجود نداره که چنین بازیکن محافظت شده‌ای وقتی تو 22 سالگی با اولین بحران تجاری یا مذاکرات سخت قرارداد روبرو بشه، آمادگی لازم رو نداشته باشه؟ خانواده امباپه براش یه اردوگاه آموزشی ساختن، نه پناهگاه.
امباپه از نوجوانی تو این آبهای عمیق شنا کرده. اون میدونه چطور با رسانه‌ها حرف بزنه، چطور برند خودش رو مدیریت کنه و چطور تو مذاکرات قدرتمند ظاهر بشه. آماده برای چی؟ برای برند شدن یا برای فوتبال بازی کردن؟ لاماسیا یه بازیکن رو برای فهم بازی آماده میکنه. این مدیریت استراتژیک که شما ازش حرف میزنید گاهی به قیمت از دست رفتن هویت تیمی و وفاداری تموم میشه. یامال محصولی فلسفه جمعیه. اون یاد گرفته بخشی از یه سیستم باشه. برای همین فقط یه وینگر سرعتی نیست، یه تصمیم سازه. میدونه چه زمانی تیم بهش نیاز داره تا بازی رو آروم کنه و چه زمانی باید ریسک کنه. این عمق ضامن تداومشه. راستش این استدلال برای من کافی نیست، چون شما داری فرض میکنی که مسیل امباپه فاقد عمق فوتبالیه. کلرفونتن و بعد موناکو اون رو مستقیما تو آتیش فوتبال سطح بالا انداختن. اون تو 17 سالگی باید خودش رو تو تیم قهرمان لیگ فرانسه و تو نیم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ثابت میکرد. بعدش هم رفتن به پاریس سن ژرمن و بازی کنار نیمار و مسی. این یه دانشگاه عملی بود، نه یه کلاس تئوری. اونجا یاد گرفت چطور کنار بزرگترین ستاره‌ها بدرخشه و حتی ازشون سبقت بگیره. این تجربه عملی تو مدیریت فشار و مسئولیت پذیری تو بالاترین سطح چیزی نیست که آکادمی‌ها به تنهایی بتونن ارائه بدن. بازی کردن کنار مسی یه چیزه، به ارث بردن فلسفه‌اش یه چیز دیگه. یامال داره فلسفه باشگاهی مسی رو به ارث میبره، نه فقط تکنیکش رو. این ما رو به تعریف تأثیرگذاری میرسونه. تأثیر یامال تو بارسلونا فراتر از آمار گل و پاس گله. اون توی یه دوره بحرانی نماد دی ان ای گم شده باشگاه شد. اون امید رو به هوادارا برگردوند و به تیم یه هویت دوباره بخشید. این نوع تأثیر کیفی و ساختاریه. این تأثیر یه باشگاه رو احیا میکنه و این به نظر من عمیق‌تر از هر دستاورد فردیه. این استدلال شما کاملا قابل احترامه. احیای یه باشگاه کار بزرگیه. اما آیا معیار نهایی برای یه اسطوره صحنه‌های جهانی نیست؟ تاریخ فوتبال با لحظات جام جهانی نوشته میشه. امباپه تو 19 سالگی تو فینال جام جهانی گل زد و قهرمان شد، کاری که اسمش رو کنار پله قرار داد. این یه لحظه تاریخی تو مقیاس جهانی بود. 4 سال بعد با هتریک تو فینال به چهره مسلط تورنمنت تبدیل شد، حتی توی شکست. صادقانه بگم هتریک کردن تو فینال جام جهانی حتی تو تیم بازنده یه دستاورد تقریباً فرازمینیه. ما داریم درباره فشاری صحبت می‌کنیم که کمتر از 10 تا بازیکن تو تاریخ فوتبال تجربه کردن. آیا احیای روحیه باشگاه واقعاً با تسخیر تخیل کل دنیای فوتبال قابل مقایسه است؟ سوال خوبیه. اما آیا این تاثیرگذاری که مبتنی بر لحظات انفجاریه پایداره؟ یه دوران که بر اساس فلسفه ساخته بشه مثل دوران بارسلونای گواردیولا سالها دوام میاره. اما دورانی که بر اساس درخشش فردی ستاره باشه با رفتن اون ستاره فرو میپاشه. تأثیر یامال از جنس ساختنه، تأثیر امباپه از جنس فتح کردنه. ساختن ماندگارتره. بیایم به مشخصات فنی نگاه کنیم. بازی یامال بر پایه هوش، کنترل و زمانبندیه. اینها ویژگی‌هایی هستند که با تجربه پخته‌تر میشن. این ویژگی‌ها برخلاف سرعت انفجاعی با افزایش سن از بین نمیرن. بازی اون مثل یه شراب خوب با گذر زمان بهتر میشه و این نوید یه دوران حرفه‌ای طولانی‌تر و سازگارتر رو میده. متاسفم ولی من این دوگانگی هوش در برابر قدرت رو قبول ندارم. این یک کلیشه ساده انگارانه است. بر اساس همون متنی که داریم بررسی می‌کنیم، ویژگی متمایز امباپه فقط سرعت نیست، بلکه تصمیم‌گیری سریع، زمانبندی دقیق و درک بالای اون از فضاست. اینها تماماً ویژگی‌های شناختی و هوشمندانه هستند. اون از یه دونده صرف به یه مهاجم کامل تبدیل شده. این تکامل رو میشه تو نوع حرکت‌هاش دید. امباپه 5 سال پیش بیشتر دنبال فرار پشت دفاع بود. امروز اون به داخل محوطه میاد، با مهاجم نوک بازی ترکیبی میکنه و حتی تو فضاهای بسته با یک دوهای سری مدافع‌ها رو از پیش رو بر میداره. هوش سرعتش رو هدایت میکنه. اینطور نیست که اون صرفاً یه ورزشکار سری باشه. اون یه فوتبالیست بسیار باهوشه که اتفاقاً سریع‌ترین بازیکن جهان هم هست.
این ترکیب هوش و قدرت فیزیکیه که اون رو تقریباً غیرقابل مهار کرده. درک عمیق بازی و وفاداری به یه فلسفه فوتبالی شکل گرفته، مسیری اصیلتر و پایدارتر برای ساختن یه اسطوره است. این مسیر درباره خود هنر فوتباله، نه صنعتی که دور و برش ساخته شده. یامال یادآور دورانیه که بازیکن‌ها برای عشق به یه پیراهن و یه سبق بازی می‌کردن. اون خود بازیه. و من بر این باورم که اگرچه مسیر یامال ستودنی و شاید رمانتیک باشه، اما امباپه چهره فوتبال قرن 21. اون نشون داد که یه فوق ستاره مدرن محصول برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت حرفه‌ای و جاه طلبی فردیه. مسیر اون نقشه راه رسیدن به جایگاه یه نماد جهانیه. اون ثابت کرد که میشه هم یه ورزشکار نخبه بود و هم یه برند جهانی هوشمند. این واقعیت دنیای ماست. به هر حال فکر می‌کنم هر دو موافقیم که این دو بازیکن استعدادهای خارق‌العاده‌ای هستند و مسیرهای متفاوتشون تعریف در حال تحول از مفهوم اسطوره تو فوتبال رو به خوبی نشون میده. بحث ما نشون داد که این یه انتخاب ساده بین دوتا بازیکن نیست و استعدادها رو آروم آروم پرورش بدن یا باید پروژه‌های فردی و حساب شده‌ای رو برای ساختن قهرمانان جهانی طراحی کنن. مطالبی که بررسی کردیم نشون میده که هر دو مسیر میتونن به قله برسن، اما قله‌هایی با منظره‌های کاملاً متفاوت.